سعیدو به ایمان در خونتون برادر. یو و علیکم السلام برادر. و علیکم السلام برادر. سوزن خوبه؟ سلامتیتون همه خوب تنج؟ سرگی زنده باشی شیر الو. و علیکم السلام برادر. و علیکم السلام. شیروی نار خوبه نما کسا تنجن امام چی خیلی؟ سوز برادر. تنجن کور برا و خوب تنج سلامتی من نشیگه خلاص بشی کوی عبد الکشتر اما تنجه یو خیر کوراکو سوزان بشی به حضور بشی به حضور بشی نمیگیریش نمیگیری یو خیر الحمدلله برادرها سوزن خوبه اما چه برا فلان نه فلان شو نمیکنیم برادر جون نگاه کنیم برادرای عزیز برادرها بزنین لایکاتونا خطیه 1000 آدم شوه بزنین که ما گپ زنم شیر بچو بعد در حق یک دوی گرم کک بکنین سومی کولیه تیز تین نمیتیمش سومی کولیه رو تین کولیه چی سوم پوم نداره برادرها بزنین پهنش کنین بزنین لایکاتونا پهن کنین شیر بچو ها ما همجا 4 تا گپ میزنیم ما پای کور برمون بشیم برادرها 600 نفرین 600 نفر یعقوب جان بابای در حالتی که مرا میگوی شعر نری برادر علا برکت تا بخاطری که خودت میفهمی خودت چوستواتی فهمیدن داری برادر جان فهمیدی خودت انسانی میفهمی علا برکت تا برادرها بزنین افیر پهن کنین علیکم شما جو بشی خلیم جمعه تنه بینیم بلا هم جای امام بجی جای امام داشت برادرها تای 1000 نفر شدیم بزنین لایکاتون امردک خوب حرام خور خوب میکنم حرام خورم یکان گپ داری همه جای خیلی سمیه دشمون که هسته نگاه کنین شما سمیه ندارین شما نه پدر دارین نه مادر دارین نه زود دارین نه زماندر دارین شما ندارین برادر عزیز ما طول اینا چند روز می شود در همه جایم اینا سومی کلیه اینا سوم پومشون این سومی کلیه نیست ای بدبخت ای مادر دشمونه که بر پدر اتب و چد نالت و خود نخود الله همه خزه باشد بدبخت بون بگی تلفن تا گمش کن این یکا مایده پول کلیه نیست این پول خلقه از الله بترس بدبخت حرامی آقی پدر ما در این قروزی که وریم ما سر کسم برای یک حرامی دیگر رنگی تو ولی ما چند قدر رفته بودم کار کردم نه که بناموس ما در نهی جای ایستادگیم یک تایوان میویند در اینجا اینا سوم شونه بیایم بگیرم بروند برادر عزیز نگاه کنین اینا ما در همه جا قرار دارم ای سحری 18 شون دارم که میایم گفتن سوم تو نمیگیرن اینا سوم شون امروز اینا اومدن اینا امروز سومایشون بتن بگید تا تلفن تا گم که گپ زنیم برادرای عزیز اینا سومی که در سومی که ما گرفتگیشم اینا سوم ما خیلی که گفتم که جواب میگم اینا هموید که دشمن که هستن دشمناتون در اوچوی خطون بیناموسو اینا برادرای عزیز باید من دیگه چیکار کنم وای آدم مرا میگه خونه بیا من نمیرم خونهش میگه بترس از ای آدمی که نمیترسه از خدا برادر عزیز من نمیرم خونهش بیای این سومشو بگیره توکلش به خدای تعالی من دیگه نمیدونم چی بگم من نمیدونم که دیگه کی را بگم برای همخواه برادرای عزیز
دیگه چیکار کنم مردکی همین قدر میشوه عروسایت که پشت مینویسونین که مینویسونین دشنو میکنین شما دوخی ندارین خیلی ببرین گپ زنین شما پروست عروسین رنگی کین رنگی رستم کالین رستم کال نه برادر عزیز مردکی همین قدر میشوه شیرونر مردکی همین قدر میشوه اینا ما سوم گرفتم آوردم بیایا بگیره سومشا بروه نمیگم باید ما دایی حالا چیکار کنم دیگه پات کیم چی نمو یازنشو نگرفتی سنم اکای وجه نگم گپ گفتنی داشته باشی بیا گپ زد که من میرم من دیگه نمیستم همو بچه را بود نکرده هم بچه را بود نکرده این هم بچه هایی که در موجه از گوش که استبدن دیده استبدن واقعی کورا سلام علیکم دوستان عزیز قرار دارم در جامعه خدمت جامعه بیایید این پرابلم کلی حل میشه یک چی دوستان الحمدلله مبلغ هست یگان پرابلم نیست ما از بار خدا دو کردیم مقصدم بچه گاو میزنید ویدیو کرده شدید بگیرید بیایید این کارخانه با وجود 88 متر لوبلینو کرسنده است که 66 کار کنید بیایید این مبلغ اکتاب کنید اچاد میگیره اوچاد میگیره در جون زدن یکی شما دیگه کار گل نداره اما پرابلم خواجگی ستونه حل کنیم همین فقط سومی بگونه را حساب تو انا چی شد خورد اچاد برای گمشه اینجا حالا کنه سوم دست مردک این مردک یک هفته شی والله قسم این بیچاره در یگان کار خوب نبود گرفتن صورتو شماندن مبلغ داده شاگور از کورس بیایا بسپوره بگیره برای میکورش یگان کس یگان جو نگرفته یگان کس یگان جو نرفته بیچاره عبدالجبور با شهر تو ابراز نروش کردیم هر چی کو کنیم این دیگه هر چی کردیم به خاطر خدا کردیم حسبنا الله و نعم الوکیل خداوند بسنده ما را که چی بگم تو شما را کسی فهمید نفهمید اکا سلام علیکم سوزی اکا خوبه سلامتی خوبه اکا از کجایی از قرغانه تا در می حدیثه بدی که چخیل فایرو چون کردیم همون آدم اومد یا که نیومد برادر عزیز بشنوین همون قنچقایی که همینجا از مادر حقارت میکنین بشنوین مرا میشناسی اکا مرا خیلی نزدیک میشنو یا جورمی یا که یزنمی یا که خشمی چیمی پروست همین خیلی ها همینجا کارخونه دا اومدی همینجا دیدیم همین خیلی هست اکا تمام اکا با کیا اکا را کم تر کلاشم خیزون اکا سوزی خوبه اکا از کجا میشه اکا اکا خوز اکا شنویدی دیدی همین حدیثه دا بدی نام چیه اکا نام جورابه پروست اخد هیجوما اومد که همین کرده پاپال شدی دیدی ها چه زوراشون که اسم کی بیو همین خیلی بد ماترا یگم او گوارت نکردم که همین که پابوگو این خیلی گپ زد برادرها شنویدین اکا سوزی سلامتی خوبه یک کم تر کلا تواردور اکا جون سوزی اکا نام چیه اکا جون از کجا میشه عبدالله جون بهترین نام دوشه عبدالله جون تو شنویدی همین چیز را حادثه همین کرده بودی برادر گفتم که بیو زورا کردم که بیو نیومدن همین خیلی هست اکا ماترا یگو مجبور نکیستم پراویل نکا برادرها شنویدین اکم بخیزون اکم خیز بخید گوش اکا ایلتیموس گوش اکا جان ایلتیموس اکا لباج اکا ایلتیموس شما بفهمین پراویل نبفهمین همین مردم دیده است حقارت میکنن گپ چپی زیوت میکنن نه خودت شنویدی اکا غلطی دیوجه دیدی همین چیزو را حدیثه همین کار بدی اکا در می جگون گناهگاری مورا دیده است اکا نه ما فایرود کردم اومد نه اومدم پراویل نه گفتم اکا
100% گپ لیکن اخورات نکنیم بچه ها اکا جان تمام های تمام دوستم چی بگم دیگه های چیزا دیگه تاغا سازی سلامتی خوبه همه تنج خوب تاغا اگه گپ گفتنی داری برادرای عزیز اخدا ما نمیدونم شما از چه اخورات میکنین من فکر میکنم ای از روی مردکی نیست وقتی که از مادر حقارت میکنین وقتی که از مادر حقارت میکنین ای روی مردکی نیست مردک هم مردکی که میویه پیش گپ میزنه من سبحان الله من مردکی تونه ندیدستم شما پشت یک رستمی کل یک رستمی کسفوچه شما پشتیش گرفته است نگاه کنین یک رستمی کلیتر فوچه شما پشتیش گرفتین که گاش گفت که مهاجرا هم اتون یک فلانچین بهمدونچین تمام گپ ها گفت اکتون امروز کیسه نه پشتیش گپ دیستین ها الله برکاتم تا برادر عزیز این تما ذکرید میشوه نیکی از روی وجدان میبینیم تون از روی وجدان میگه صد دروغ میگی توبه کن خدا ای سلام علیکم هموطنان عزیز من 4 روز شد اومده شدم به همین آفیسی بابا جانا وقتی که در قینی مردکو من باید که با پیشون بیام همچون مرد خدمت حساب میکنم اومدم شنویدم واقعا را کمتر زیقم شدم برای اونکه این کار وقتی که کلیا برادری ما را وقتی کپیده بودم من بابا جانم کلیارم ای لنگریرم دیگرشم من نغز خوب میدونمشون وقتی که همه کارو سر شد من خیلی روز یکم همراه بودم در کار یو کار سر کردن با باروی ادوکاتو گرفتم 3 تا ادوکات در کار بود من همون قصه اول که نقل میکنم شما خودتون خلاصه برورید خلاصه همین که 3 ادوکات برای چی یک ادوکات برای جبردیده که در طرف کلیه یگون سیاهی نکنه دیوم زکات که وقت دخترکی که کلیه باید که یاردمش میکرد پولش میگردون و پول میگیری 3م ادوکات برای خودی کلیه من نگاه کردم ادوکاتای با وجدان ادوکاتای خوب من نگاه کردم که در اینجا نمایندگی من در کار نمیشود من کنار ایستادم نو برای چی که ما همه وقت جمع میکنیم همینجا بچه ها یک سا پراپسکات کرده یک چیزی که واجنی را پراپسکات کردن من نمیدونم با کدوم سببو ممکن که یکون وقت کلیه برویا با سر یک دسترخوان شده با همین گپ زنه برای چی کلیه را پستاوید کردن کلیه را یکون کس پستاوید کردگی نیست کلیه را یکون کس پستاوید کردگی نیست خودش رو همه میدونه و برای چی کلمه پستاوه برای که خلق دامی دویره همی کار تیسر جمع شوند برای چی که او بچه را ما فکر میکنیم که باید در ترما خیلی بچه برای نر قربانی و ترما میره و یا باید میکنه و هیچ که پستاوید کردگی نیست باید از سبای کلیه زکاتش که گرفته بردگیه به ترما را باید زنک دم ادوکات های باید زنک 2 تا ارزان دوره 2 تا ارزان دوره پیلوسین گودکای باید برنه خدی دخترک در اوجا محکم های برای چی همه تون حقارت تای گپ نمیکوی برای تای گپ کوفتن اینه تا کون در کورای ای پیش اومده صحبت کردن های نه اینکه هر جا حقارت کردن های نکنی اگر که یگون گپ دوره یگون وی دوره به هر کجا را هر کسی بوشن میروه اولش که نکنی خوب تره میون یک کسی شکستن در کور نیست خود لنگریش خود بابوجان خود کس دیگره این کسا با پگه در کور میشن کلیتونم پگه میبرویه همون حقارتای شما در یوتیوب میمونه تمام پشیمون هر یک کور پشیمونی دوره بگنو نیست آدم نیست بگنو ای خدم سرکره با دیگه و دیگه پر رای گناهگور نکی هر کدمت گپ میزنه در حقارتاتون دوای آخه او یک مردک بلوگر رای رکلام بلوگر است
هسته بلوگری که سرکچ پروسه سرتونه تو میتیا بلوگری هسته که یک چیز ایجاد میکنه در تاجیکستان نیست بلوگر اگر با حساب کنم 3 دانه اگر یک تاشم باشه دلوور سپاروفای بلوگرش میدونه که بلوگر ژورنالیست هسته بلوگری که رکلامه ای که وای نکنه ما همین روز آمدیم که پدری وای میویا هم صحبت میشیم من ایمینه با سین سالش قطعی نگاه کرده قطعی صحبت کردنی وای مردک نمیدونم در گجا در خونه کلین شیشته بچه ها را فیرو دوره بیوی با مقصد که وقتی که آمدن او کلین یا پرواسی رو ود میکنه اید کسی دیگه میروه برای اید دیگه بعد میگه خوب شد حرام خوردن برای هم قبولدن محکم شو کرن بو پگه همین کارا میکنی بو پگه برای یوش بود جمع میکنی ای همه زن مرد خرد کلان ای مسکو تا تاجیکستان به همه مراجعت خوب میکنم که همون پدری که حوزی خیچه پدر گفته 6 تا وای نبود پدری کلی من برادری کلی من لنگری برادری من ما خستیم همون گپ میزنیم کو نیت باید همه خودش گپ زنه زن چه باید همه پول در کارای بیا گفتیم پدری برادر بیا سوم تگیر در گجوی سیل بزاپس در کارای من به همون جرا میبرمد با بانکای با خونه تای با ای جرا بیا گپا را بزنیم بچه ایت دا مردم پول جمع کردگی های بچه ایت ای پول نداده ای پول ایت یکون وقت بچه تا نداد که برای در روسیه بیزنس کن بچه ای خودت آمد کار کرد برای کیسش رفت گپای زیادتی در کار نیست وزیر آمده کرده همین پول گرفته میگه برای کلیاب درست یک ملو برای آمد کرد به حد گپای خوب گو به حد چه خوب گو پول برای وای شدگی های نه که وقتی که برای وای شدگی های مردم میبرن یک مش میزنن یک بار عذابش میتین یک روز در ترمرم باشه برای نر قربانی های کلی از سبای زنه که تاجیک بردگی برای چی گپ نمیزنه خاکی پاتوشم همه چیزا ببینه من نشنم یکم بابا جان یک بار نشنم که لنگری یا در اوای موندگی امروز روز سختی من اومدگیم من روز یکم اومدم من وقتی که دیدم که ادوکاتای خوب بهترین ای همکارای خودمون ای وطن خودمون در اونجا جوی گپزنی من نبود من گفتم که حوالات بخدا من اپای او گودکارا من دیدم ای که پدری وای مردگی باشه یا که پدری وای در وطن باشه او زنه که بعد اپریشیش که باید نگرده اگر اما که کامران من شنویده سوده باشی خاک پاچم برادر اکتا گیر قطعش مسئولیت که ای خونه او زنه و امروز زن شای پگه زن شای و نامعلوم توکه زن شای ای خونه او مردک برورش پرواسی رو بد نکنن و در اوجا او دخترک پرواسی رو بد میکنه ای بچه اکو میروان اکتا برورای اوجا بر یگان چای خونه بر یگان جوی را که میگوی من کفالتی همین پول با جوی سیل سخران سی شما میفهمیدگی با بانک با گجورا میبریم اونه که اول میشینیم گپ میزنیم چه خیلی که کاکویتا سیرکچی که در دوشنبه سیرکچی دوره ما عریضه شبایی ما میتیم با این ویده تاجیکستان میتیم با سبب که من در اینجا نمیتیم که همشهر خدمت برای محکم کنن در اونجا میگن که یک بار پیرودش کنن نه قدش هم صحبت چند در کار نیست تفریقه در بین محلچگی پرتستان در کار نیست چی گوتگیان همه گو نیستن مردم من گفتم تمام کردم تمام تاقا برادر عزیز خدا همه تا نگهبان باشه در امان الله باشین سعید همی یزنکوفت است سبحان الله ما نمیدون بیا که هم سعید گجا شید سعید این خیازنه دوستور بودای حد در تیه حد در بچه صدقه خیازنه دوستوری که دیگه نمیدونی چی کار کنی برادر عزیز پشایمون میشه کمتر دیرتر داد پشایمون میشه کمتر دیرتر خدا نگهبانتون باشه
کوبس کی بودم امیر 0003 امیر اگر داشته باشی خونتون در یگم تام خیلی بگی بیاراش پناهتون به خدا ها برادر عزیز خدا همتون نگهبان باشد دیگه ما نمیدونم چی بگم برادر جونم از برای الله میگم تون دشنام حقارت نکنین ای فرصت مناسب استفاده میبرم اینا هجومه باباجان 88 مرحمت کدامید که میخواهین هجومه بیاین هجومه کنین با اینجا میفهمین که چی گپ رفته است چی گپ نرفته است خدا نگهبانتون باشد در امان الله باشین ان شاء که نوار میشوه نوارای خوب میشوه پیش میبینین خدا خواهد خداوند نگهبانتون باشه